سلام دوستان، با کانال بهرالعلوم خوش آمدید. درس زبان ترکی را دوام خواهیم داد. موضوع امروزه ما رقم ها. اول از رقم های از 1 تا 10 شروع میکنیم. 1 در زبان ترکی 1، 2 در زبان ترکی 2، 3 در زبان ترکی 3، 4 در زبان ترکی 4، 5 در زبان ترکی 5، 6 در زبان ترکی 6، 7 در زبان ترکی 7، 8 در زبان ترکی 8، 9 در زبان ترکی 9، 10 در زبان ترکی 10 می شود. خب بپردازیم به رقم های دیگری که خواهیم آموخت. رقم های از 10 تا 100. از اینجا 10 تا 10 تا خواهیم پرید. رقم 10 10، رقم 20 20، رقم 30 30، رقم 40 40، رقم 50 50، رقم 60 60، رقم 70 70، رقم 80 80، رقم 90 90 و رقم 100 100. و رقم های دیگری را که در این درس خواهیم آموخت، این رقم های بزرگتر و رقم صفر می باشد. یعنی صفر در زبان ترکی 0، 1000 در زبان ترکی 1000، 1 میلیون در زبان ترکی میلیون، 1 میلیارد در زبان ترکی میلیارد. پردازیم به یک گروه از مثال ها و بینیم این مثال ها را چگونه خواهند خواند در زبان ترکی. 11 در زبان ترکی 11. چگونه که میبینید رقم 10 و 1 را یک جای کرده گفتیم. 57 رقم 50 و 7 57. 82 رقم 80 و رقم 2 را یک جای کرده میگیم، یعنی 82. 144 رقم 100 رقم 40 و رقم 4 را جمع میکنیم، 144. 500 رقم 5 و 100 را جمع میکنیم، 500. 999 رقم 900 90 و 9 را جمع میکنیم، 999. 1024 رقم 1000 و رقم 24 را جمع میکنیم، 1024. 1986 رقم 1000 رقم 900 80 و 6 را جمع میکنیم، 1986. 2021 رقم 2000 20 و 1 را یک جمع میکنیم، 2021. تشکر زیاد برای تماشاتان. ابونه شوید، زنگوله چرازی کنید و سلامت باشید.